بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همراهان فرش جوانه. امروز اومدیم مراحل تولید فرش رو براتون توضیح بدیم. اینی که اینجا میبینید اسمش وابیل هست. وابیل بعد تبدیل بشه به بوبین کوچیک و بوبین کوچیک میره داخل کریل دستگاه و اون نخ تبدیل به فرش میشه. حالا اینجا مراحل تبدیل وابیل نخ به بوبین هست و به این شکل در میاد و از اینجا میره داخل کریل دستگاه. به این قسمت میگن کریل دستگاه و از اینجا نخ میره داخل دستگاه و تبدیل به فرش میشه و زمانی که نخ دستگاه وارد دستگاه میشه به این شکل نخ بافته میشه. حالا به عنوان مثال 5 رنگ باشه یا 8 رنگ باشه، بدین شکل دستگاه اون نخ رو تبدیل به فرش میکنه و فرشی که بافته میشه میاد این قسمت. و الان میریم نمایشگاه و فرشی رو که دستگاه بافته رو ببینیم. و نتیجه مراحلی که دیدید این فرش هست و این مورد رو در نظر داشته باشین که اگر خریدی انجام بدین مستقیم از کارخانه خرید میکنید. خیلی ممنون که با ما همراه بودید.